تا حالا به این فکر کردین؟ یه نگاه به دور و برتون بندازین. گیاها همه جا هستن. نمیتونن فرار کنن، نمیتونن شکار کنن، ولی یه جورایی کل سیاره رو گرفتن دستشون. امروز میخوایم با هم رمز و راز این معمارای ساکت رو کشف کنیم و ببینیم چطور تمام نبوغشون توی کوچکترین بخشای وجودشون پنهان شده. بزن بریم. این سوال اصلی کل بحث ماست. گیاهان نمیتونن برای پیدا کردن غذا یا فرار از خطر حرکت کنن، اما با این حال سرتاسر زمین رو پوشوندن. راز این موفقیت باور نکردنی چیه؟ خب برای پیدا کردن جواب باید بریم به یه جایی که با چشم دیده نمیشه، یعنی به درون خود یاخته گیاهی. برای اینکه بفهمیم این معماری پیچیده چطور کار میکنه، باید از نقشه اولیش شروع کنیم، یعنی خود یاخته گیاهی. و اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه. فقط با چند تا تفاوت هوشمندانه با سلولهای بدن ما، گیاها خودشون رو برای یه زندگی کاملاً متفاوت ولی فوق‌العاده موفق آماده کردند. اگه یه سلول گیاهی رو بذاریم کنار یه سلول جانوری، 3 تا تفاوت اصلی و حیاتی رو میبینیم. اول یه دیواره محکم برای استحکام، دوم یه واکوئول مرکزی بزرگ برای مدیریت آب و سوم دیستاها که مثل کارخونه‌های داخلی عمل میکنن. اینا فقط یه سری تفاوت جزئی نیستن، اینا ابرقدرت‌های گیاهان هستن، چیزایی که بهشون اجازه میدن صاف وایسن، آب ذخیره کنن و غذای خودشون رو بسازن. بیایید با اولی شروع کنیم. دیواره یاخته‌ای رو مثل یه قلعه یا یه اسکلت خارجی برای هر سلول تصور کنید. این دیواره محکم از سلولوز ساخته شده و دقیقاً همینه که باعث میشه یه درخت بدون داشتن حتی یه دونه استخون سر به فلک بکشه. این دیواره هم ساختار رو محکم میکنه و هم از هر سلول در برابر دشمنان و فشار آب محافظت میکنه. یه شاهکار مهندسی که هم ساده است و هم فوق‌العاده هوشمندانه. اما این دیوار به تنهایی کافی نیست. ببینید داخل سلول یه چیزی شبیه به یه بادکنک آبی غول‌پیکر به اسم واکوئول وجود داره. وقتی این بادکنک پر آبه، به اون دیواره سخت فشار میاره و کل سلول رو مثل یه لاستیک باد شده سفت و محکم میکنه. این همون چیزیه که گیاه رو سرپا و شاداب نگه میداره. حالا وقتی آب کم میشه، اون بادکنک خالی میشه، فشار از بین میره و گیاه پژمرده میشه. پس دفعه بعدی که به یه گل تشنه آب میدید، یادتون باشه که دارید سیستم هیدرولیک هوشمندش رو به صورت زنده ریستارت میکنید. و میرسیم به سومین ابرقدرت، دیساها. خب گیاها که نمیتونن راه بیفتن دنبال غذا، پس باید غذای خودشون رو بسازن. این کارخونه‌های کوچیک دقیقاً همین کار رو میکنن. سبزدیسه‌ها مثل پنل‌های خورشیدی هستند که نور رو به انرژی تبدیل می‌کنن. بقیه دیسه‌ها هم کارهای دیگه‌ای می‌کنن. مثلا رنگدانه‌ها رو برای جذب حشرات ذخیره می‌کنن یا انرژی رو به شکل نشاسته برای روز مبادا آنبار می‌کنن. مثل چیزی که توی سیب زمینی می‌بینیم. این کارخونه‌های داخلی به گیاه استقلال کامل میدن. خب، حالا ما اجزای سازنده رو داریم. اما یه توده سلول که یه گیاه کامل نیست، درسته؟ درست مثل این که یه تپه آجر یه خونه نیست. این سلول ها باید با هم کار کنن. برای همین توی تیم های تخصصی به اسم بافت سازماندهی میشن. هر بافت هم یه نقش مشخص توی خط مونتاژ بزرگ گیاه داره. هر گیاه به طور کلی 3 تا سیستم اصلی داره. سیستم پوششی که مثل پوست گیاهه و ازش محافظت میکنه. سیستم آوندی که لوله کشی داخلی گیاهه. یه سری لوله برای بردن آب از ریشه به بالا و یه سری لوله برای بردن قند از برگ‌ها به پایین. و هر چیزی که بین این دوتاست میشه سیستم زمینه‌ای، جایی که کارهای اصلی مثل فتوسنتز و ذخیره انرژی انجام میشه. این 3 تا سیستم با هم کار میکنن تا گیاه زنده و سرحال بمونه. حالا بیایید یکم روی بافت زمینه‌ای زوم کنیم. اینجا متخصصای واقعی رو پیدا می‌کنیم. سلول‌های پارانشیم، کارگرهای همه فن حریفن. بعدش کالانشیم رو داریم که کارش پشتیبانی انعطاف پذیره. مثلا اون رشته‌های ترردی که توی ساقه کرفس هستن، کار کالانشیمه. و برای پشتیبانی خیلی سخت، اسکلرانشیم وارد عمل میشه. اون حالت شنی و زبری که موقع خوردن گلابی حس می‌کنید، اونها سلول‌های اسکلرانشیم هستن که پشتیبانی سنگی ایجاد می‌کنن. خیلی خوب. پس ما این سیستم پیچیده از سلول‌ها و بافت‌ها رو داریم، اما گیاه چطوری از این سیستم برای بزرگتر شدن استفاده می‌کنه؟ برخلاف ما آدما، گیاها هیچ وقت رشدشون متوقف نمیشه. چطوری این کارو می‌کنن؟ بیایید بریم سراغ موتورهای رشد دائمیشون.
جواب توی مریستوم هاست. مریستوم ها را مثل مناطق ساخت و ساز دائمی گیاه در نظر بگیرید. اینها مناطقی از سلول های بنیادی هستند که برخلاف سلول های ما توانایی تقسیم شدن برای همیشه رو دارن. اونها دائما سلول های جدید تولید میکنن و به گیاه اجازه میدن تا آخر عمرش به رشد کردن ادامه بده. این رشد توی دو جهت اصلی اتفاق میفته. رشد نخستین گیاه رو بلندتر میکنه و توسط مریستم‌های نوک ساقه و ریشه انجام میشه، اما رشد پسین گیاه رو قطورتر میکنه. این کار توسط یه لایه جانبی به اسم کامبیوم انجام میشه، همینی که باعث به وجود اومدن تنه درخت‌ها و چوب میشه. پس گیاه‌ها همزمان هم به سمت بالا رشد میکنن و هم به سمت بیرون و همه اینا به لطف همین مناطق رشد تخصصیه. خب، حالا که تمام قطعات پازل رو داریم، از سلول و بافت گرفته تا سیستم رشد، میرسیم به جایی که همه چیز به هم وصل میشه. بیایید ببینیم گیاها چطور از این جعبه ابزار مهندسی باور نکردنی برای یک کار شگفت‌انگیز استفاده میکنن، زنده موندن توی بعضی از سخت‌ترین محیط‌های روی زمین. چالش اول، یه بیابون داغ و خشک، آب کمه و آفتاب بیرحمه. چطوری میشه اینجا دوام آورد وقتی حتی نمیتونی بری یه گوشه تو سایه وایسی؟ گیاهی مثل خرزهره یه جعبه ابزار کامل برای این شرایط داره. اولاً یه لایه مومی ضخیم به اسم پوستک داره که آب رو مثل یه بارونی توی خودش حبس میکنه. دوماً روزنه‌های تنفسیش رو توی یه سری فرورفتگی‌های غارمانند پنهان میکنه تا از باد خشک در امان باشن. و سوماً با استفاده از کرک‌ها هوای مرطوب رو دقیقاً دور همین روزنه‌ها به دام میندازه. این یعنی یه سیستم دفاعی سه‌لایه در برابر بیابی. این واقعاً یه استراتژی هوشمندانه است، نه؟ به جای اینکه روزنه‌هات رو در معرض هوای خشک قرار بدی، براشون یه غار مرطوب شخصی بساز. واقعاً فوق‌العاده است. حالا بریم سراغ یه چالش کاملاً برعکس، خاک اشباع از آب. شاید فکر کنید آب زیاد که خوبه، ولی ریشه ها هم دقیقاً مثل ما به اکسیژن برای نفس کشیدن نیاز دارن. بدون اکسیژن خفه میشن. این شرایط میتونه به اندازه بیابون کشنده باشه. گیاهانی که توی این شرایط زندگی میکنن راه حل‌های خیلی جالبی دارن. بعضیاشون مثل نی بافت‌های اسفنجی با کانال‌های هوایی داخلی درست میکنن که در واقع مثل بزرگراه‌های اکسیژن از برگ‌ها به ریشه‌های در حال خفگی عمل میکنن. بعضی دیگه مثل درخت‌های هرا حتی از این هم فراتر میرن. اونها ریشه‌های تخصصی به اسم ششریشه رو به سمت بالا و بیرون از آب میفرستن، انگار که اسنورکل‌های طبیعی داشته باشن تا مستقیم از هوا نفس بکشن. نکته کلیدی اینه، زیر آب اکسیژن نیست، مشکلی نیست، برای خودت اسنورکل بساز. این سازگاری‌ها نشون میده که گیاه‌ها مهندس‌های فوق‌العاده‌ای هستن که برای هر چالشی یه راه حل خلاقانه پیدا می‌کنن. خب پس دفعه بعدی که از کنار یه درخت، یه بوته یا حتی یه علف هرز کوچولو رد میشین، فقط رد نشین. یه لحظه وایسید. یادتون بیاد که دارید به یه شاهکار مهندسی نگاه میکنید. یه بازمانده خاموش که یه دنیا راه حل هوشمندانه تو خودش جا داده. به نظرتون چه نبوغ پنهان دیگه‌ای توی گیاه بعدی که میبینید منتظر تا کشف بشه؟